یعنی چی؟ یعنی اینکه من کجا میتونم دعوام رو مطرح کنم. به عنوان مثال من از علی طلبکارم، علی پول من رو پرداخت نمیکنه، میخوام برم چیکار کنم؟ دعوا مطرح کنم. کجا ببرم این دعوام رو؟ یا اینکه همسر من مهریه و نفقم رو پرداخت نمیکنه، کجا برم این مهریه‌مو رو مطالبه کنم؟ یا اصلا جدا از روابط خصوصی افراد میخوام از شهرداری شکایت کنم، کجا برم این دعوام رو مطرح کنم؟ این میشه چی؟ میشه صلاحیت. صلاحیت تقسیم میشه به صلاحیت ذاتی و محلی. صلاحیت ذاتی یعنی چی؟ یعنی اینکه کدوم دادگاه ذاتاً صالح به اینه که چی؟ به دعوای من رسیدگی کنه. مثلا دادگاه خانواده ذاتاً صالح به اینه که بیاد به دعوای مطالبه مهریه من رسیدگی کنه. حالا صلاحیت محلی چیه؟ یعنی از این دادگاه‌هایی که ذاتاً صالح بودن به رسیدگی به دعوای من، کدومشون از نظر محلی صلاحیت داره. مثلا اگه دادگاه خانواده از نظر ذاتی صلاحیت داره، کدوم دادگاه خانواده؟ کلی دادگاه خانواده تو سراسر ایران تشکیل شده. حالا دادگاه خانواده شیراز یا دادگاه خانواده مشهد. برای تشخیص صلاحیت ذاتی باید 3 مرحله رو بررسی کنیم، یعنی صنف، نوع و درجه. صنف یعنی چی؟ یعنی اینکه دعوای من باید توی یک مرجع قضایی مطرح بشه یا یک مرجع اداری. قضایی چیه؟ همون مراجعی هستند که میان به اختلافات بین مردم رسیدگی میکنن. به عنوان مثال دعوای خانواده. مراجع اداری چیان؟ میان به اختلافات بین مردم و دولت یا نهادهای عمومی رسیدگی میکنن، مثل اختلافات مالیاتی یا اختلافات مربوط به شهرداری. در نوع مراجع تقسیم میشن به مراجع عمومی و اختصاصی. یعنی اینکه صلاحیت رسیدگی به تمامی دعواها رو داره، غیر از اونایی که طبق قانون ازش گرفته شده. اما مراجع اختصاصی چیان؟ اونایی هستند که محدود به یک موضوع شدن، اختصاص به یک موضوع یافتن. مثلا چی؟ دعاوی خانواده یا دادگاه‌های نظامی. مرحله آخر باید درجه اون مرجع رو چیکار کنیم؟ بررسی کنیم. چون که مراجع سلسله مراتب دارن، باید ببینیم بدویان یعنی مرحله اولیان یا اینکه نه مراحل بعدی. به عنوان مثال تجدید نظر. توی صلاحیت محلی اصل با محل اقامت خوانده است. یعنی چی؟ به عنوان مثال من از علی 10 میلیون طلبکارم و میخوام برم علیهش دعوا مطرح کنم. از نظر صنف میایم بررسی میکنیم، چون که این دعوا مربوط به روابط بین مردم بوده، یعنی رابطه بین من و علی، چی میشه؟ مربوط به صنف قضایی میشه. از نظر نوع هم میره توی صلاحیت چی؟ مرجع عمومی قرار میگیره. خب مربوط به مثلا امور خانواده که نیست، یک چیه؟ یک دعوای عمومیه. و از نظر درجه هم چون که تازه قراره برم دعوامو مطرح کنم، توی مرحله بدوی قرار میگیره. پس مشخص میشه که دادگاه عمومی چیه؟ صالح به رسیدگی به دعوای منه. حالا که مشخص شد از نظر ذاتی دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به دعوای منه، از نظر محلی چی؟ قانونگذار گفته محل اقامت خوانده و علی به عنوان مثال ساکن چیه؟ مشهده. پس همون دادگاه عمومی واقع در مشهد صالح به رسیدگی به دعوای منه. پس توی صلاحیت محلی چی شد؟ محل اقامت خوانده. اما این اصل ما استثنا هم داره. استثناهاش کجاست؟ یکی اگه دعوا مربوط به مال غیر منقول باشه، در اینجا ما همون جایی میریم دعوامون رو مطرح میکنیم که اون مال غیر منقولمون، یعنی اون ملک یا زمینمون، اونجا قرار. دومین استثنا اعصار از پرداخت محکوم به است. توی این مورد همون دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای نخستین و اولیه ما رو داشت، به دعوای اعصار هم رسیدگی میکنه. سومین مورد مطالبه وجه چکه. ما توی این مورد میتونیم هم توی دادگاه محل صدور چک، دادگاه محل صدور گواهینامه عدم پرداخت و هم محل اقامت خوانده به خواسته و اختیار خودمون دعوامون رو مطرح کنیم. و مورد آخر هم دعوای راجع به توقف یا ورشکستگیه که همون جایی باید دعوامون رو مطرح کنیم که اون شخص ورشکسته ما اونجا اقامت داشته.